با سلام و خسته نباشید. میگن حجاب برتر چادره. چادر سیاهه و سیاه هم رنگ سیاه مایه افسردگیه. آقای رنجبر پاسخشون چیه؟ خب شبم سیاه دیگه. اگر سیاه مایه افسردگی باشه لازمش اینه که همه در شب احساس افسردگی بکنن، در حالی که هرچه عیش و نشاط و شادی هست تو شب اتفاق میفته. همونایی که این حرف رو میزنن عیش هاشون رو برای شب میگذارن نه روز. اگر سیاهی واقعا مایه افسردگی باشه، نقطه مقابلش که روشنی و سپیدی است خب باید مایه نشاط باشه و این لازمش اینه که هر کسی در روز قرار میگیره احساس نشاط و شادمانی بکنه. ولی اینجوری نیست. ولی اینطوری نیست. یا مثلا تمام با حجاب ها باید افسرده باشه و از اون طرف تمام بی حجاب ها باید با نشاط باشه. اینطوری نیست. ببینید اگر یه روزی همین رنگ سیاه مد بشه، همین خانم اون مد رو دنبال نمیکنه، اون وقتم میگه افسردگی میاره، نخواهد گفت. از این گذشته ببینید دین اصلا در رابطه با رنگ حرف نمیزنه، رنگش به خود شما واگذار میکنه. دین فقط روی حد صحبت، حدش رو، اندازش رو تعیین میکنه. میگه تا چه اندازه شما باید پوشیده باشی. همین. البته در بین رنگ ها بهترین رنگ سیاه است. چرا؟ چون رنگ سیاه برای نامحرم هیچ جلب توجهی نداره. به این دلیل رنگ سیاه رنگ بسیار مناسبیه. به همین خاطرم ببینید رنگ سیاه در دین ما مکروهه. همین کراهت رنگ سیاه هم جز در 3 چیز. یکی در امام صادق علیه السلام فرمود. سادات امامه سیاه دارن دیگه. مکروه نیست. همین کفش شما سیاهه، مکروه نیست. و یکی هم کسا، یعنی اون جامعه بلندی که افراد می پوشن، هم میشه گفت عبا، هم میشه گفت چادر. اینجا مکروه نیست. خیلی خوب. بسیار متشکرم و ممنونم آقای رنجبر.